وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک بعون الله سبحانه وتعالى ما درسوی خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربية، یعنی درس‌های زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند. من الجزء الاول، از قسم یکم. طوری که در درس‌های گذشته گفتیم هر یک درس به خود خاص دو چیزی مهم دارد. یکی از آن دو چیز چی می باشد؟ الکلمات الجدیده، کلمه های نو. دویم قاعده یا که قاعده های تعلق به صرف یا که نحو دارد. الکلمات الجدیده للدرس الخامس، کلمه های نوی که برای درس پنجم می باشند یا که کلمه های نوی که وارد درس پنجم شدگی هستند. رسول مفرد است، رسول جمع می باشد به معنای فرستاده، پیغمبر. الکعبه، کعبه می توانید که نویسید اگر کسی دریافت کند. اسم، نام. اسماء جمع است، در زیر الف اگر حمزه گذاشتگی باشد این خطا است، زیرا که حمزه اسم و حمزه یا که الف اسم و الف ابن حمزه الوصل می باشد، یعنی که حمزه وصل باید که علامت حمزه نداشته باشد. ابن پسر، ابناء بنون پسرها جمع. حقیبه، حقائب جامدان و جامدانها همه خلاص یا که کیف. حقائب جمع شکسته می باشه، جمع تکسیر، همه خلاص جمع شکسته می باشه. و همچنین غیر منصرف می باشد، آخرش تنوین نمی گیرد. عم، اعمام، عمک. خب سیارة، سیارات نقلیات. خال، اخوال، تقام. شارع، شوارع، کوچه. شوارع چی می باشه؟ جمع شکسته می باشه. همچنین الممنوع من الصرف می باشد. مغلق پوشیده، محکم، رست. تحت زیر این ظرف می باشد. هناك آنجا. مهندس، مهندسون، مهندس، همه خلاص. مهندسون جمعی مذکری سالم می باشد. بنت، بنات، دختر. این بود یعنی که ترجمه کلمه های نو. الدرس الخامس، درس پنجم، حوار می باشه یعنی گفتگو. سعید، سعید می فرماید که اکتاب محمد هذا یا یاسر، ای یاسر آیا این کتاب محمد است؟ یاسر در جواب می فرماید که لا هذا کتاب حامد، نه این کتاب حامد است یا که این کتاب از آن حامد است. در اینجا بارک الله فیکم در یکم جمله الکی میبینید که دو تا قاعده آمده است که ما باید که به این دو قاعده شناس باشیم. عنوان درس در اصل
چی می باشد؟ الاضافه یا که المضاف والمضاف الیه. اگر پرسم که ما هو المضاف، مضاف چیست، یا که ما هی الاضافه، یا که ما الاضافه گفتن خوبتر میشه، خیلی که شیخ گفتن حفظه الله تعالی. الاضافه وهي نسبة بين الاسمين على تقدير حرف الجر. اضافه چی بوده است؟ اضافه این نسبت است بین دو اسم. فهمیدید؟ نگاه کنیدون، همین یک اسم باشد کتاب، دویم اسم محمد باشد، مناسبتی که بین این دو اسم باشد این را اضافه می نامند. علی تقدیر حرف الجر، با تقدیر حرف جر. معناش آن است که در بین مضاف و مضاف الیه حرف جر وجود دارد تقدیرا. توجب جر الثانی ابدا، موجب آن است که باید دویم از این دو اسم، دویمش باید که چی باشد؟ واجب است که جر باشد. فهمیدی من نگاه کسودی؟ دست برای تو شو سودای همین من از یاد میپرسم. دویمش باید که چی باشد؟ جر باشد. و یسمى الاول منهما مضافا، یکم از این دو اسم رو چی نامیده میشد؟ مضاف نامیده میشود. و الثانی مضافا الیه، دویم رو مضاف الیه نامیده میشود. و یحذف التنوین و ال فی المضاف، در اسمی که مضاف میشود کو، فهمیدید؟ تنوین را حذف کرده میشود، یعنی بی تنوین او را خوانده و نوشته میشود. و ال همچنین الف لام هم داخل نمیشود در سری اسمی که و چی میشود؟ مضاف میشود. و یعرب مرفوعا او منصوبا او مجرورا على حسب موقعه، یعنی اسم مضاف را اعراب رفع خوانده می شود کتاب محمد، و اعراب النصب هم خوانده می شود کتاب محمد، و اعراب جر هم خوانده می شود مانند کتابی محمد، موافق با جایگیر شویش، یعنی که در جای باشد که وی را مرفوع خوانده شود وی را مرفوع خوانده می شود، در جای باشد که منصوب خوانده شود وی را منصوب خوانده می شود، در جای باشد که وی را مجرور خوانده شود مجرور خوانده می شود. فهمیده؟ نعم. و اما المضاف الیه فیجر فقط، اما اسمی که وی مضاف الیه می شود فقط وی چی خوانده می شود؟ جر خوانده می شود، فقط محمدین می شود. نحو کتاب محمدین. الاعراب کتاب مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، محمد اسم مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. نعم. سعید می فرماید که اکتاب محمد هذا یا یاسر، یاسر در جواب می فرماید که لا هذا کتاب حامد، نه این کتاب حامد است. در اینجا نیز قاعده نو آمده ایستاده است. دویم قاعده النداء، قاعده ندا. النداء هو استدعاء شخص لأمر من الأمور. ندا چیست؟ ندا این فریاد کردن شخصی می باشه به خاطر کاری از کارها، یعنی برای یک کار شده یک شخص فریادش میکنید.
فنناديه باسمه فنقول مثلا یا یاسر، بس همون شخص رو به نامش فریاد کرده میگوییم. برای مثال یا یاسر میگوییم. او نناديه بصفت من صفاته فنقول یا رجل، یا آن را با صفتی از صفتهایش فریاد میکنیم، میگوییم که یا رجل، ای مرد. يتكون اسلوب النداء من شيئين، اسلوب ندا از دو چیز تشکیل می شود. در کدام جمله که ندا باشد در اونجا دو چیز باید که وجود داشته باشد. احدهما حرف النداء، یکم چی باید باشد؟ حرف ندا باشد. و من احرف النداء الهمزه و ای و یا و ایا. بعضی از حرفای ندا کدام ها می باشند؟ مثلا همزه می باشد، ای می باشد، یا می باشد، ایا می باشد. مشهورتری اینها یا می باشد. الثانی المنادى، دویم چیزی که در جمله ندا هست وی منادا می باشد، یعنی و هو الاسم المطلوب اقباله باحد احرف النداء، یعنی منادا و اسمی می باشد که روی آوردن اون را درخواست کرده می شود با یکی از حرفای ندا. یعنی با یکی از حرفای ندا می خواهید که وی به شما متوجه شود، رو به شما آرد، اقبال آرد. یا یاسیرو گفته در اینجا یا حرف ندا می باشد، یاسیرو چی می شود؟ منادا می باشد. المنادى قد يكون مبنيا وقد يكون معربا، همون منادا گاه می شود چی؟ مبنی و گاه معرب می شود. فالمبنی نوعان، اسم منادایی که مبنی شده است دو نمود می باشد. المفرد العلم می گویند و هو ما لیس مضافا ولا شبیها بالمضاف. المفرد العلم در باب منادا آن است که مضاف نباشد و با مضاف هم مشابهتی ندارد که این انشاءالله در درس‌های آینده میگذاریم. فهمیدید؟ مانند یا یاسر الاعراب یا حرف نداء و یاسر منادى مبنی على الضم. لماذا مبنی على الضم؟ لأنه مفرد علم. دویم نوع منادای مبنی النکرة المقصوده، یا که النکرة المقصوده وهي التي يقصد بندائها معین. نکره مقصوده و آن را میگویند که مراد و مقصد از ندا کردن این کس یا که این معین را چه قصد کرده می شود، یعنی که صورتش نکره است و اما یک شخص معین را ندا کرده می شود. مثلا در میان مردانی نشستم، من میگم که یا رجل، یا رجل، ای مرد. یا حرف نداء و رجل منادى مبنی على الضم لأنه نکرة مقصوده. اینک سعید می فرماید که کتاب محمد هذا یا یاسر، ای یاسر آیا این کتاب محمد است؟ یاسر در جواب می فرماید که لا. ما گفتیم که همزه استفهام حرف جوابه نعم او لا. لا هذا کتاب حامد، نه این کتاب حامد است. سعید می فرماید که این کتاب محمد، کتاب محمد در کجاست؟ یاسر در جواب می فرماید که هو علی المکتب هناک، وای آنجا در بالای میز است. سعید می فرماید که این دفتر عمار، دفتر عمار در کجاست؟ دفتر عمار در کجاست؟ یاسر در جواب می فرماید که هو علی مکتب المدرس، وای آنجا در بالای میز مدرس است. نیز می فرماید سعید قلم من هذا یا علی، ای علی،
این قلم از آنی کیست؟ علی در جواب می‌فرماید که هذا قلم المدرس، این قلم از آنی مدرس است. سعید می‌فرماید که این حقیبة المدرس، جامدانی مدرس، کیفی مدرس در کجاست؟ هی تحت المکتب. علی در جواب می‌فرماید که هی تحت المکتب و در زیر المکتب یعنی میز می باشد. این بود بارک الله فیکم درسی پنجم. اکنون تمرین آیدی یا که بگیم مشق‌ها آیدی درسی پنجم. الکلمات الجدیده للدرس الخامس، باید که این کلمه ها را مفردشان را می نویسید و جمعشان را می نویسید و ترجمه هر کدام از آنها را می نویسید، ترجمه مفردش را. تمارین چی گونه گه نکرسده نمیفهمم. اجب عن الاسئله الاتيه، بسوال های زیرین جواب فرما. این کتاب محمد؟ این دفتر عمار؟ أين حقيبة المدرس؟ الثاني أضف الكلمة الأولى إلى الثانية، كلمة يكم رب وكلمة دوم إضافة كن يوكي مضاف كن دیگر مضاف إليه شود. مثلا كتاب محمد را اگر ما مضاف إليه کنیم چگونه خوانده میشد؟ كتاب محمد میشود. مكتب المدرس مكتب المدرس میشود. در نتیجه یعنی که مضاف الیه را جر خوانده میشه و تنوین می افتد. نعم. الثالث اقرأ واكتب مع ضبط اواخر الكلمات، بخوان و بنویس با حرکتی آخر کلمه ها. تنبیه ضع خطا تحت المضاف و خطین تحت المضاف الیه، در زیر کلمه که مضاف است یک تا خط بکش و در زیر کلمه که مضاف الیه شده است دو تا خط میکشی. مثلا باب المدرسه، در اینجا بابو مضاف است، المدرسه مضاف الیه می باشد، در زیر باب یک تا خط کشیده می شود، در زیر المدرسی دو تا خط کشیده می شود. چهارم اقرأ، بخوان. این بیت المدرس هو بعید، این عباره ها را خوانده ترجمه میکنید. خانه مدرس در کجاست؟ و دور است. 20 تا برایتان جمله نوشته شده است. الخامس كون جملا مفيدة بملء الفراغ فيما يليه، جمله های مفید تشکیل بکن با پر کردن جایهای خالی که در پایان ذکر می شوند. البیت مغلق، البیت مغلق یعنی باب البیت مغلق، کلمه که در اینجا ما علاوه میکنیم مضاف می باشد. این السیارتی، این مفتاح السیارتی، در اینجا نیز مضاف نمی رسد. السادس صحح الترکیبات التالیه، یعنی عباره های زیرین را درست کن که ویها خطا نوشته شده اند. مثلا در تنبیه میگوید که اذکر الخطأ بعدا خطاگی را ذکر کن. القلم الطالبی، خطا در چیست؟ در الف لام است. قلم الطالبی صحیح می شود. باب السیارة خطا است، صحیحش چگونه می شود؟ باب السیارتی، خطاگی در چی بود؟ در مضاف الیه. السابع هفتم محمد یا محمد، استاذ یا استاذ، خالد یا خالد، ولد یا ولد. می‌فرماید که اقرأ واكتب مع ضبط اواخر الكلمات، تنبیه میکند که ضع خطا تحت حرف النداء و خطین تحت المنادى، در زیر کلمه که ندا است
یک تا خط گذار و در زیر کلمه که منادا است 2 تا خط گذار. مثلا یا علیو در زیر یا 1 تا خط گذاشته میشه و در زیر علی 2 تا، زیرا که یا ندا است و علیو منادا است. یا عباسو شیخون در زیر این هیچ چیز گذاشته نمیشه و زیرا اینکه این منادا نشده ایستاده است، در سرش حرفی ندا ندارد. الثامن اقرأ المثال الآتية ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. مثال زیرین را قرائت بکن، بعد از آن سؤال تشکیل بکن همانند او. اشاره به صورتهای زیرین کرده. کتاب من هذا، به قلم اشاره کرده میفرماید که قلم من هذا. به پیراهن اشاره کرده میگوید که قمیص من هذا. التاسع اسم الولد محمد و اسم البنت زینب. در اینجا به خاطر آن ذکر میکند اسم را که همزه اسم همزه الوصل می باشد که در ابتدای کلام وای را با حرکت خوانده می شود و در داخلی جمله حرکت او می افتد. اسم الولد محمد و اسم البنت خوانده نمی شود و اسم البنت زینب. همچنین اسم المدرس حامد، ما اسم المدیر، ما اسم المدیر گفتن خطا است زیرا این همزه همزه الوصل می باشد. ابن نیز همین طور می باشد. ابن خالد فی المدرسه و ابن حامد فی الجامعه. پسر خالد در مدرسه است و پسر حامد در دانشگاه. پسر خالد و حامد. ابن المدرس فی الفصل، پسر مدرس در صنف است. این ابن المدیر، این ابن المدیر خواندن نمیشه و زیرا همزه همزه الوصل می باشه. بارک الله فیکم. بعداً در خاتمه این می‌فرماید که اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق همزه الوصل. در پایان می آمدگی عباره ها را بخوان، رعایت کرده قاعده نطق کردن همزه الوصل را. ابن محمد فی العراق و ابن حامد فی الهند. از یادتون نبراید که اسم و ابن اینها مضاف میشوند، برای همین بعد از اسم و ابن می آمدگی اسم را همچون مضاف الیه خوانده می شود. الاسئله، سوال ها آیده این دست. ما تعریف الاضافه، تعریف اضافه چیست؟ ما تعریف النداء، تعریف ندا چیست؟ اعرب، کلمه های زیرین را اعراب بکن. کتاب محمد، یا یاسر، یا رجل. نعم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.